سلام. مراسم تجلیل از 24مین سالیاد دکتر نجیب الله لغو شد. قرار بود امروز مراسم سالیاد رئیس جمهور پیشین کشور در خیمه لوی جرگه برگزار شود، اما حکومت به خاطر مخالفت احزاب جهادی اجازه نداد تا این مراسم برگزار شود. قرار است روز دوشنبه آینده عبدالله به اسلام آباد برود. منابع گفتند رئیس شورای عالی مصالح ملی سوی عمران خان صدر اعظم پاکستان دعوت شده است. وزارت دفاع ملی میگوید با آغاز مذاکرات بین الافغانی در قطر سطح خشونت در کشور بالا رفته است و در 22 ولایت جنگ جریان دارد که طالبان مسلح عاملین آن می باشد. شورای عالی مصالح ملی از طالبان مسلح خواسته است تا در جریان مذاکرات صلح آتش بس کنند. مقامات این شورا گفتند مردم از دوام جنگ خسته شدند. و وزارت احیا و انکشاف دهات میگوید قرارداد شمار از پروژه‌های بازسازی به ارزش 2 میلیارد افغانی با تعدادی از شرکت‌های خصوصی به امضا رسید. بر بنیاد معلومات این وزارت برای اولین بار کوچی‌ها نیز از این پروژه‌ها بهره مند خواهند شد.